السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادران و خواهران مهربان من، امروز موافق خواهش بسیار از برادران و خواهران در واسه مادر یک قصه کوتاه میکنیم. زنی به شوهر خود همیشه مادرش را بدگویی میکرد. آخر روزی رسید که به شوهر گفت یا مرا انتخاب کن و یا اینکه مادرت را. مرد به قراری اومد که مادر را به یک جنگل دوردستی برده میگذارد. از این گفتهای مرد زن خیلی خوشحال شد. روز دیگر مرد مادر را گرفت و به یک جنگل دهشتباری برده در روی سنگ نشاند. بعد چندی لباسهای دیگر پوشیده و خود را کلا تغییر داده به نزد مادر برگشت. دید که مادر گریه می کند. گفت ای مادر، برای چه گریه می کنی؟ گفت بچه جان، پسر من مرا اینجا پرتافت و خود رفت. درون چنگلزار که پر از حیوانهای درنده است، می ترسم که یکی از آنها فرزند مرا حمله نکند. گفت ای مادر، پسرت که تو را اینجا پرتافته رفت، برای چه در حق او گریه می کنی؟ گفت بچه جان من، دل یگان مادر نمی خواهد که در حق فرزند خود غضب کند. آنگه این مرد در حال مادر را گرفت و به خانه خود روان شد. خواهران مهربان، از غضب الله تعالی کمی باشد هم ترسید و از شوهران خود را و اهل خانواده او را به یکدیگر دشمن نسازید که الله سبحانه و تعالی به هر عمل ما و شما سزا و یا که مکافات میدهد. امروز که ما و شما برای پدر و مادر وقت جدا نکنیم، فرداست که وقت ما را از پدر و مادر جدا میکند. الله تعالی همه پدران و مادران را در حفاظت خودش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.